سلام فونیکس کرویا. تا به اینجای فعالیتمون علاوه بر اساطیر یونان و نورس با خدایان و الهه‌های مختلفی تو هند، ژاپن و همینطور مصر باستان آشنا شدیم، تا اینکه در ادامه و تو ویدیو لجند امروزمون میخوایم تا به درخواست شما سراغ معرفی 7 تا از قدرتمندترین ایزدای سلتیک یا همون بریتانیای باستان بریم. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. من ابوالفضلم و از همتون دعوت میکنم تا ما رو تو اولین ماجراجویی و سفر جذابمون به عصر آهن تا انتها همراهی کنیم. به جرأت میشه گفت که داگدا مهمترین و قدرتمندترین ایزد در بین تمامی خدایان سلتیکه، طوری که میشه اونو به عنوان پدر خدایان همرده با اودین و زئوس تو اساطیر نورس و یونان دونست. داگدا که در بین سلتا معنی الهام بخش خوبی رو میده، تسلط کاملی و بر روی جادوی سفید داره. همچنین اغواگری هم در کنارش یکی دیگه از مهمترین قدرت‌های اونه و در کل میشه اینطور گفت که از انسان گرفته تا الهه‌هاش هیچکی توان مقاومت در برابر وسوسه‌هاشو نداره. دلیلش هم به این برمیگرده که ماشاءالله داگدا خانم درست مثل زئوس هیجانات ایزدیش حسابی بالا بود و علاقه زیادی هم به خانوم‌ها داشت. از معروف‌ترین معشوقه ها و روابطش هم میتونیم به همسرش موریگان الهه مرگ و سرنوشت و همینطور کراشش بون الهه ایرلندی رودها اشاره کنیم که خب ماحصلشون هم تولد تعداد زیادی از خدایان سلتیکیه که تو ادامه قراره باهاشون آشنا بشیم. داگدا همچنین به عنوان ایزد زندگی و مرگ یه چماق بزرگ به اسم گرز حیات داره که باهاش میتونه جون دشمناشو بگیره و مرده ها رو زنده کنه. از قدرت‌های دیگه‌ش هم که باعث میشن اون به خدای حاصلخیزی و فصل‌ها معروف شه، میتونیم به چنگ جادویی و همینطور دیگه فراوانی بزرگش اشاره کنیم. خدای داستانمون با استفاده از این ابزارا میتونست مهمونیای اساسی رو ترتیب بده و هر از گاهی هم با نواختن چنگ فصلای سالو تو دنیای آدما اونطور که میخواست عوض کنه. از بعد تیپ و قیافم داگدام درست مثل زئوس یه خدای نسبتاً مسن و خوشتیپه. اون تو اکثر کتابا در هیبت یه مرد قد بلند و هیکلی با ریشای بلند و نامنظم توصیف شده. در نهایت از لحاظ کاراکتری و شخصیتی هم پدر خدایان بریتانیا به شدت مهربون و همینطور خنده‌رو و بی‌نهایت بخشنده است و کمتر پیش میاد که از کسی دلخور یا عصبانی بشه. ملکه خدایان موریگان که در بین ایرلندیا به ملکه ارواح هم معروفه، به عنوان الهه سرنوشت، مرگ و همینطور جنگ، قدرتمندترین الهه در بین تمامی ایزدبانوهای سلتیکیه. اون با حضور همیشگیش تو جنگا به شکل یک کلاغ در میاد و با پرواز کردن بر فراز میدان نبرد، علاوه بر شجاعت و خشم، قدرت و روحیه سربازایی که طرفشون بود و هم تقویت میکرد. از اون ورم تو طرف مقابل دشمن و حسابی دچار ترس میکرد و به نوعی با این کارش برنده جنگو تعیین میکرد. جالبه بدونین که موریگان هم درست این شوهرش داگدا خدای حشره‌ای بود و در کنار لقب الهه تاریکی به عنوان الهه عشق و شور جنسی انگلیسیان محسوب میشد. این موضوع هم به قدری جدی بود که از پادشاهانش گرفته تا خود خدایان حسابی کشته مرده و خاطرخواش بودن و همیشه رو سرش دعوا بود. اون همینطور به عنوان الهه سرنوشت قدرتمندترین پیشگو تو کل بریتانیا به حساب می اومد، به نحوی که میتونست با نگاه به آینده اتفاقات پیش رو و حتی پایان دنیا رو جلوی چشاش ببینه. در این باره هم یه سناریوی خیلی جالب وجود داره که بر اساس اون خیلی اومدن و گفتن که موریگان نه یک شخص بلکه در اصل ترکیبی از سیسترز آف فیت یا همون خواهران تقدیر تو یونان باستانه که بعد نابودی زئوس و خدایان اولیمپوس ستایی به بریتانیا میان و با هم شخصیت مورگانو به وجود میارن. اگه مایلین تا کامل راجع به خواهران سرنوشت و همینطور پایان کار خدایان یونان آشناشین، حتما ویدیو لجنداشو که قبلا هم تو کانال گذاشتیم و از دست ندین. از اینا که بگذریم، از خفن‌ترین قدرت‌های دیگه ملکه تاریکی میتونیم به توانایی تغییر شکل و تبدیل شدنش به موجودات مختلف اشاره کنیم. تو این بینم پرتکرارترینشون به ترتیب شامل کلاغ، عجوزه، جنگجوی زن و همینطور خدمتکارای زیبا میشن. در نهایت از بعد ظاهریش هم که بخوام بگم موریگان خانم بیشتر وقتا با یه ردای مشکی و بلند به همراه موهای ژولیده و چهره سرد و بیروحی که با زغال روش نقاشی کرده ترسیم شده. و اما سومین ایزد لیستمون تارانیس، یکی از قوی ترین و قلدرترین خدایان سلتیکه. میشه اینطور گفت که اون به عنوان خدای رعد و برق یه جورایی همرده با سور و جوپیتر تو اساطیر اسکاندیناوی و رومیه. تارانیس خان جز اون دست از ایزداییه که بیشتر مردم از ابهت و خشونتش وحشت دارن. دلیلش هم به این برمیگرده که خیلی خوب میدونستن هر وقت از آسمون صدای رعد و برقای شدید بیاد، به این معناست که باید منتظر یه طوفان درست حسابی و خرابیایی پیش روش باشن.
تارانیس همینطور به عنوان یه جنگجوی خشن و شجاع در هیبت یه مرد هیکلی و ریشو که با اسباش به سرعت به اقصا نقاط دنیا سفر میکنه معرفی شده. و اما خدای طوفان‌ها در کنار گلوله آذرخشش که دائم اونو با خودش این ور اون ور میبره، چرخیو هم در اختیار داره که در بین مردم به چرخ مقدس کیهانی معروفه و خدای داستانمون با استفاده ازش میتونه کنترل شب و روز و به همراه آب و هوای اون منطقه در اختیار بگیره. به خاطر قدرت‌های زیاد و بد اخلاقیاش اون جزء معدود خداهاییه که انسانا برای در امان موندن از خشمش هر از گاهی توی سری مراسمای خاص چند تا از آدما رو براش قربانی میکنن. لوق یکی از برجسته ترین خدایان تو اساطیر ایرلنده که با قدرت‌های بی‌نهایتش در هیبت یک قهرمان جنگجو، پادشاه و همینطور ناجی ترسیم شده. اون به عنوان یه مرد جوان و خوش‌تیپ تو صنعتگری هم مهارت‌های خیلی زیادی داره، تا جایی که تو ماجراجویی‌های جذابش کلی سلاح و اشیای مختلف که قدرت‌های ماورایی جادویی دارن و میسازه. از مهمترینشون هم این وسط نیزه آتشینشه که شکست ناپذیره و بعد اصابتش به هدف مجددا درست مثل چکش میولنیر سر به دست صاحبش برمیگرده. جالب بدونین که ایرلندیان به لطف همین قدرت جادوییش که میدیدن نیزه خودشون تو همه جا حضور داره، به خدای خورشید لقب لوق دست درازو میدن. در کنارش از بقیه سلاحاش میتونیم به قلاب سنگ جادویی و همینطور شمشیر پاسخگو و قایق خودران تندروش اشاره کنیم. از اونجایی که لوق خدای عدالت و عهد و پیمانم به حساب میاد، شمشیر پاسخگوش این امکانو بهش میده تا هر وقت اونو به سمت کسی میگیره درجا به درخشه و با قدرت جادوییش طرفو مجبور کنه تا با کمال صداقت به سوالاتش جواب بده. از اون ور قایقش هم که واسه حرکت به پارو و خدمه نیازی نداره، چابکترین و سبکترین قایق تو کل جهان به حساب می اومد و لوق در کنار همه اینا یه اسب وفادار و سگ شکاری بزرگی هم به اسم فیلینیس داره که همیشه تو جنگا همراهیش میکرده. این سگ سیاه تو نبردا همیشه شکست ناپذیر بود و اصلا پیش نمی اومد که شکارش رو از دست بده. مردم سلتیک هم تو جواب بر قدردانی از زحمات لوق همه ساله تو تابستون جشن مفصلی و به افتخار خدای خورشید برگزار میکردن تا اینطوری صبح روز بعدش محصولاتشون بیشتر شه و میوه ها و غلات بهتری تو مزارعشون رشد کنن. در باور ایرلندیا دانو به عنوان مادر خدایان سلتی و همینطور خالق زمین دقیقاً نقش شبیه مادر زمین گایا تو افسانه های یونان باستان رو ایفا میکنه. به همین خاطرم از همون اول جایگاه و احترام زیادی رو در بین ایرلندیا و انگلیسیا داشته. منتها به مرور و با گذر زمان بیشتر کتابا و منابعی که راجع به این الهه بودن گم شده و یا از بین میرن و اینطوری میشه که اوریجن و سرگذشت مادر خدایان سلتیک در حاله ای از ابهام قرار میگیره. با این حال چیزی که مسلمه اینه که دانو به عنوان الهه فرمان روایی و قدرت زمین و مخلوقاتشو به همراه ایزدش به وجود میاره. همینطور جالبه بدونین که اون کسیه که به بقیه خدایان شیر داده و بعد بزرگ کردنشون به عنوان اولین و داناترین معلم میاد و همه دانششو به بقیه خدایان و الهه ها انتقال میده. اون همینطور نقش مهمی و تو اتحاد و شکلگیری قلمروهای مختلف ایفا میکنه. برای همینم هر از گاهی برای حفظ اقتدار اون سرزمین و هدایایی و به پادشاه‌ها و خاندان سلطنتیشون ارسال میکنه. و حتی اون زمان این باور بین سلت‌ها بوده که الهه فرمانروایی خودش شخصا نقش اصلی رو تو انتخاب پادشاه ایفا میکنه. سوسلوس یکی دیگه از مهمترین خدایان سلتیه که علاوه بر لقب خدای شراب و کشاورزی، کارایی مثل طب سنتی و همینطور حفاظت از جنگل‌ها رو هم بهش نسبت میدن. علاوه بر این اون همیشه یه چکش بزرگ هم با خودش حمل می‌کرده که دسته خیلی بلندی داره و همونطور که تو عکسام می‌بینین در کنارش یه بشکه آبجوی بزرگ هم تو این یکی دستش در اختیار داره. تو ماجراهایی هم که این خدا حضور داره اومده که سوسلوس با استفاده از چکشش محکم به زمین ضربه میزنه تا اینطوری بذرایی که کشاورزا میکارن تو بهار جوونه بزنن و بهترین محصولو بدن. البته توی سری از داستانام اومده که اون خیلی عصبانی با چکشش افرادیو که محصولاتو از بین میبردن و تنبیه میکرده و از اون ورم به کشاورزایی که ازشون راضی بوده آب شنگولی میداده تا اینطوری پر انرژی تر بتونن به کارشون ادامه بدن. و اما آخرین ایزد پارت یک ویدیو لجندمون کسی نیست جز اپونا خانم. اون یکی از الهه‌هاییه که در کنار حفاظت از سوارکارا وظیفه کنترل زاد و ولد اسب‌ها و همینطور مراقبت ازشونو به عهده داره. تو اساطیر سلتیکمون بیشتر به شکل یه زن زیبا که رو اسب سفیدش نشسته به تصویر کشیده شده. اون زمان ایرلندیای سریاشون به شدت بر این باور بودن که اپونا و اسبش تو دنیای بعد مرگ به عنوان راهنمای ارواح خوب به سمت بهشت محسوب میشن. این الهه همینطور به شدت مورد علاقه سربازا و سوارکارایی بوده که تو میدان مبارزه رو اسباشون میجنگیدن. دلیلش هم این بود که اونا باور داشتن اپونا همیشه هواشونو داره و به همین خاطرم دائم براش قربونی پیشکش میکردن. خب رفقا اینم از معرفی خدایان سلتی که چند وقتی میشد درخواستشو دادیم.
اگه دوست داشتین تا بازم از اساطیرشون بگیم و یا پارت 2 و ادامه ویدیو امروزمون رو بذاریم، حتما تو کامنت ها بهمون بگین. و اما برای کار بعدیمون راز و رمزای سنگای مخوف استونهنج تونسته با رأی فناش به ترتیب هیولاهای معروف دریایی و اساطیر یونان تو رتبه‌های 2 و 3 پشت سر بذاره. بچه‌ها لایک و سابسکرایب فراموش نشه و موضوعی هم که دوست دارین درست کنیم و تو کامنت ها بهمون بگین. پس تا ویدیو لجند بعدی، پیس اوت.